اگه شما وارد کلوسئوم، بزرگترین و خارق‌العاده‌ترین اثر معماری در غرب باستان بشید و با یک ماشین زمان به حدود 2000 سال عقب برگردید، به نظرتون چی می‌بینید؟ احتمالاً اولین چیزی که باهاش برخورد می‌کنید صدای فریاد جمعیت چند هزار نفری مردمی که از کشته شدن انسان‌ها در میدان نبرد لذت می‌برند. تازه این هیجان وقتی به اوج میرسه که حیوانات وحشی به این مبارزات اضافه بشن و پایان این نبرد کشته شدن فرد بازنده است با رأی تماشاگران. کلوسئوم جایگاهیه که با خون و عرق 60,000 برده و به پشتوانه غارت پول و طلاهای معابد اورشلیم توسط وسپاسیان پادشاه روم بنا شد. جالبه بدونید کلوسئوم قتلگاه چیزی حدود 1,000,000 گلادیاتور و هزاران حیوان بیگناهه. اما حالا یه سر بریم تخت جمشید و با ماشین زمان برگردیم به 2500 سال پیش، یعنی چیزی حدود 600 سال قبل از ساخت کلوسئوم. اونجا با چی مواجه میشیم؟ با شکوه تخت جمشید، با هزاران کارگری که طبق گل‌نوشته‌های کشف شده همشون حقوق